بچه‌ها ببینید از روی شکل میخوام براتون یه توضیحی بدم. همینطور که مشخصه نگاه کنید، ما توی نمای روبرو در واقع صفحه برشیمون رو داریم. این صفحه‌ای که الان اینجا میبینید، ببینید این صفحه، نگاه کنید، این صفحه در واقع این صفحه برشی ما هست. دقت داشته باشید این صفحه توی نمای سر اثرش میشه یک 6 ضلعی. چرا؟ چون ما داریم روی هرم 6 وجهی کار میکنیم. خب برای این کار نگاه کنید بچه ها، نقطه آ روی یال S3 قرار داره، نقطه B روی یال S2 و S4 قرار داره، نقطه C روی یال S1 و S5 قرار داره، نقطه D همونجوری که میبینید روی یال S6 قرار داره. خب اینا رو ما بچه پیدا کردیم. میاید توی نمای جانب هر کدوم از نقاط رو با رابط قشنگ انتقال میدید روی در واقع یالهای مربوطه. اولا بچه ها طریقه به دست آوردن نمای جانب هرم رو دقت داشته باشید. شما هرم رو توی نمای سر دارید، از تمام رأس ها که رابط برید ما توی نمای جانب نگاه کنید اصلا مثلثمون از نسبت به مثلث نمای روبرو فرق داره. ما توی نمای روبرو صفحه‌ای که بین یال 1 و یال 2 و صفحه‌ای که بین یال کامل دیده میشه، اما صفحه‌ای که بین یال‌های 2 و 3 و یال‌های 1 و 6 قرار دارن چون مورب هستن صفحه‌ها کوچیک‌تر دیده میشن. اما از نمای جانب که به این 6 ضلعیه نگاه میکنیم، صفحه‌ای که بین یال 1 و یال 6 و صفحه‌ای که بین یال 6 و یال 5 هست دیده میشه. بنابراین اصلا نمای جانبمون فرق داره. حالا شما نقطه ها رو که انتقال میدید، مثلا نقطه آ رو که انتقال میدید به نمای روبرو روی یال S3 هست، همینجا انتقال میدید یال S3 نقطه آ رو اون بالا پیدا میکنید. نقطه B ببینید روی یال S2 و S4 هست، انتقال میدید توی نمای جانب یال S2 و S4 نقطه B رو دارید. نقطه C روی یال S1 و S5 قرار داره، باز انتقال میدید. نقطه D روی یال S6 قرار داره، انتقال میدید یال ها رو، نقاط رو، بعد به هم وصل میکنید. حالا شما نمای جانبتون هم که کامل شد بعد برید بچه ها نمای سر رو پیدا کنید. نگاه کنید نقطه آ و نقطه دی بخواید انتقال بدید روی یال S3 و S6 از نمای جانب نمیشه. این دوتا نقطه رو، نقطه آ و نقطه دی رو از نمای روبرو به نمای سر انتقال بدید. اما بقیه نقاط یعنی نقطه B و C خب اول برید نمای جانب، بعد از نمای جانب بیاید توی نمای سر نقاط رو به دست بیارید. نقاط رو که به دست آوردید با خط به هم وصل کنید، نماهاتون به این صورت کامل میشه. موفق باشید.